یه غلط نکن. میدونستی که مپ کرایه تو بازی کرافتی تو موبایل یه در مخفی داره؟ و رمز باز کردن این در هم کمتر کسی میدونه. تو این ویدیو میخوایم بریم با هم این در رو پیدا بکنیم و بازش بکنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باش. بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. دوستان اول کار بگم که ما باید بریم که شهر پاریس مپ کرای یه قلعه ای هستش، یه قلعه آبی رنگه. تو این قلعه باید بریم دنبال عروسک های تدی بگردیم و روی اونا یه تیر بزنیم، به این صورت میتر کردیم. بعد از این که همه این عروسک های تدی رو رفتیم دنبالشون گشتیم و پیدا کردیم و با یه تیر ترکوندیمشون، میاییم دم در ورودی قصر. اونجا یه داربست مانند میبینیم که بغلش نردبوم هستش. اون نردبوم ها رو میریم بالا تا به یه همچین جای برسیم. میبینیم اینجا یه در برامون باز شده، ولی اگه از قبل بینیم در برامون بسته. اینجا کلی اچنتمنت و چیزهای متفاوت وجود داره، از جمله آرمور 200، آرمور معمولی و یه دفترش مانند که این کاتالوگ ماننده. اون کاتالوگ رو بازش میکنیم، اون بهتون میگه که مثلا در مورد مپ توضیح میده، چون مپ جدیده بوده، یکی دو ماه اومده در مورد این مپ بهتون توضیح میده. حالا اینا رو من میذاریم کنار. یه صندوقچه میبینیم که شکلش رو بقیه فرق داره و اینم بگم که این صندوقچه رو طوری طراحی کردن که اگه بیاین و خالیش بکنین دیگه به هیچ گانی نیاز ندارید تا آخر بازی. بچه‌ها لایک و سابسکرایب فراموش نشه و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.